الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه سی پنجم از آموزش کلمة التوحید، کلمة الطیبه، لا اله الا الله محمد رسول الله، که معنیش نیست معبود بر حق بجز الله و محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله هستند می باشد. و البته در حلقه های گذشته به شما بیان گشت که علم و یقین و صدق این شرط های صحت لا اله الا الله هستند که از شرط های هفتگانه صحت لا اله الا الله می باشد. و البته مسائل چند از صدق به شما بیان گشت و دلیل ها از قرآن هم به شما بیان گشت که صدق در حقیقت شرط صحت لا اله الا الله است. ان شاء الله در این حلقه به شما دلیل ها را از سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم صادق المصدوق به شما ذکر خواهیم کرد که از نظر سنت هم صدق این شرط صحت لا اله الا الله است. از معاذ بن جبل رضی الله عنه روایت است که عن النبي صلی الله علیه و سلم انه قال: ما من احد يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله عبده ورسوله صدقا من قلبه الا حرمه الله على النار. رواه البخاري ومسلم. قال الحافظ: صادقا احترازا من شهادة المنافق. از معاذ بن جبل رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند: یگان نفر یا که هر نفری که شهادت می دهد که نیست معبودی بر حق بجز الله، یعنی لا اله الا الله، و این چنین میگوید که البته محمد بنده و رسول الله است و همین گفته اش را صدقا از قلبش میگوید، الله برای این انسان آتش سوزان جهنم و نار را، یعنی جهنم و نار هر دو شکل، جهنم و البته درد و عذابش را حرام میگرداند. یعنی شرطی از عذاب الله نجات یافتن و از نار و جهنم نجات یافتن و شرط قبول لا اله الا الله محمد عبده و رسوله این صدق از قلب، صادقانه از قلب باشد. وقتی که لا اله الا الله به وجود آمد، کسی لا اله الا الله را شهادت داد، محمد رسول الله را شهادت داد، اما صادقانه از قلبش نباشد، این حدیث دلالت می کند که آتش دوزخ بر وی حرام نخواهد شد. همان وقت آتش دوزخ به انسان موحد حرام می گردد که صادق باشد. البته این حدیث بنات قوی هست، روایت امام بخاری و مسلم است. حافظ ابن حجر الاسقلانی میگن که صادقا در اینجا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم صادقا یا که صدقا که گفته هستند، میگن صادقا احتراز من شهادت المنافق، یعنی از شهادت منافق برای جدا کردن، زیرا که منافق هم لا اله الا الله محمد رسول الله را میگوید، اما قلب منافق این صادقانه نیست، بلکه در قلبش کذب دارد، نفاق دارد. و البته این حدیث 100% به من و شما آشکار و روشن بیان میکند که لا اله الا الله محمد رسول الله که با همراهیش صدق قلبی وجود ندارد قبول نیست. پس صدق این شرط صحت قبول لا اله الا الله است. و البته برای بنده یک موحد و یک مسلمان یک دلیل کافی است، یک حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کافی است. اما ما به شما چندین حدیث ها را ذکر میکنیم تا بدانید که این مسئله در حقیقت واضحانه و بی نهایت در حدیث های گوناگون ذکر شده است و بیان شده است. در حدیث
دیگری آمده است که این دلیل دوم است. از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که میگه عندما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أسعد الناس بالشفاعة فقال شفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصا وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصدق لسانه قلبه وقلبه لسانه. البته این حدیثی صحیح است. امام احمد ابن حنبل در مسندشان روایت کردند، در سنن و مسند ذکر شده است. ابو هریره رضی الله عنه میگن که زمانی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پرسیده شدند که شرفمندترین انسان ها به شفاعت رسول الله، به شفاعت شما ای رسول الله کیست؟ کی به شفاعت شما شرفمند می شود، میسر می شود؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند شفاعت من برای شخصانی است که شهادت می دهند که نیست معبودی بر حق بجز الله و در این شهادتشان مخلص هستند، مخلصانه به قلبشان، و شهادت می دهند که هر آینه محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله هستند. زبانشان قلبشان را تصدیق می کند و قلبشان زبانشان را تصدیق می کند. یعنی هر آن چیزی که به زبانشان میگند همین زبانشان تصدیق کننده قلبشان، هر آن چیزی که در قلب دارند و قلبشان تصدیق کننده این گفتهشان است. یعنی زبانشان و قلبشان به هم دیگر راست می آید و صدق است. و البته چه خیلی بیان کردیم روایت احمد بن حنبل است و این حدیث هم دلالت می کند که صدق این شرط صحت لا اله الا الله است و کسی که شهادت لا اله الا الله محمد رسول الله داشته باشد، نطق کرده باشد، گفته باشد، اما صدق نداشته باشد، شهادتش درست نیست، قبول نیست، صحیح نیست، زیرا که شرط صحتش که صدق است ترک شده است و وقتی که قبول نشد، درست نشد، صحیح نشد، مسلمان نیست، کافر است. دلیل سوم از ابی بکر رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من قال لا اله الا الله يصدق قلبه لسانه دخل من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. رواه الطبراني. امام طبرانی روایت میکن. البته حدیث رو هم علما حکمش رو حدیث حسن گفتن، یعنی حدیث صحیح است. ابو بکر رضی الله عنه میگن که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند هر کسی که لا اله الا الله را بگوید و قلبش زبانش را تصدیق بکند، زبانش با زبانش شهادتین را بگوید و به قلبش تصدیق بکند، به جنت داخل می شود. به این درهای هشتگانه جنت به کدامش خواهد به جنت داخل می شود، به کدام در هشتگانه جنت خواهد وارد جنت خواهد شد. البته این حدیث هم دلالت می کند که همان وقت انسان به جنت داخل می شود که صدق در قلبش به این گفته لا اله الا الله وجود داشته باشد. اما اگر صدق وجود نداشته باشد داخل نخواهد شد. معنای مفهوم المخالفه حدیث است. خیلی که در علم اصول فقه مفهوم المخالفه حجت است و معروف است و معتبر است در بین علمای اهل سنت و الجماعت. و حدیث چهارم قال صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه أبشروا وبشروا من ورائكم أنه من شهد أن لا إله إلا الله صادقا بها دخل الجنة. رواه احمد. این حدیث هم در مسند احمد روایت شده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم به ابی موسی اشعری رضی الله عنه میگن که بشارت بدهید و خبری خوش را به اون کسانی که از عقب شما می آیند، بعد از شما می آیند، به اینها رسانید. یعنی اون کسانی که بعد از صحابگان می آیند، تابعین، تبع تابعین، تا امروز، تا آخر الزمان، هر کس می آید به اونها خبر رسانید، بشارت بدید و خبری خوش را رسانید که هر کسی که شهادت بدهد بلا اله الا الله محمد رسول الله، صادق به همین صادقاً باشد، یعنی شرط صدق وجود داشته باشد، داخل جنت خواهد شد. پس ببینید مرجئه هایی که میگن من قال لا اله الا الله دخل الجنه، این حدیث دلالت میکند که هر کسی که لا اله الا الله بگوید، فقط بگوید، از قلبش صادقانه نباشد، هم مخلصانه نباشد، هم داخل جنت میشود. ببینید که این چقدر حدیث ها رو ما در مسئله علم گفتیم و چقدر حدیث ها رو در مسئله یقین گفتیم و چقدر حدیث ها رو در مسئله صدق گفتیم که هر کسی که لا اله الا الله را بگوید، علم داشته باشد، اخلاص، یقین داشته باشد، صدق داشته باشد، اخلاص داشته باشد،
بعد از این داخل جنت می شود. البته حدیث های صحیح آمده است از بخاری و مسلم و این حدیث ها رو به شما روایت کردیم. بارک الله فیکم. اما این حدیث ها، همه این حدیث هایی که مدخلی ها یا که مرجعه ها میگن، به این مرجعه ها جواب میداد. حدیثی که مرجعه میبرن، حدیث چخیلی که بیان کردیم در حلقه های گذشته، حدیث رو علما میگن که البته در فهم حدیث علما به سه قسم، به سه مذهب جدا شدن. یعنی هر کسی که لا اله الا الله بگه داخل جنت میشود، به یگان تصدیق، به اخلاص به چیزی که این حدیث اومده است، این حدیث رو اکثر علما منسوخ میگن و بعد از این اکثر علما میگن که این حدیث مطلق است و به این حدیث های دیگر که ما ذکر کردیم مقید می شود. بارک الله فیکم. پس حدیث دیگر آمده است که از رفاعة الجهنی است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال اشهد عند الله لا يموت عبد يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله صدقا من قلبه ثم يسدد الا سلك في الجنه. یعنی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگن که من در نزد الله شهادت میدم که یگان نفر نمیمیرد مگرم این که شهادت به لا اله الا الله بدهد و بر رسالت من و بر رسول الله بودن من شهادت بدهد و در این شهادتش به لا اله الا الله و بر رسالت من صادقانه از قلبش باشد و در همین راه پایبند و پابرجا ایستد، مگرم اینکه راهش به سوی جنت خواهد بود. یعنی خود رسول الله شهادت میدن در نزد الله، میگن که من شهادت میدم که هر کسی که لا اله الا الله بگوید، محمد رسول الله را بگوید و صادقانه قلبش باشد، البته راهش به جنت خواهد رفت. پس این روایت احمد ابن حنبل است. بارک الله فیکم. این حدیث هم البته حدیث حسن است، حجت گرفته می شود. و این چنین دلیل ششم و عیاض الانصاری رضی الله عنه النبی صلی الله علیه وسلم قال ان لا اله الا الله كلمة على الله كريمة لها عند الله مكان وهي كلمة من قالها صادقا أدخله الله بها الجنة ومن قالها كاذبا حقنت دمه وأحرزت ماله ولقي الله غدا فحسابه. رواه البزار. امام بزار در مصنفشون روایت میکنند از عیاض الانصاری که رسول اکرم صلی الله علیه و آله گفتند هر کسی که لا اله الا الله، یعنی البته لا اله الا الله این کلمه که در نزد الله کریم است، به الله کریم است و در نزد الله این یک مکانت و درجه بزرگ دارد و این کلمه است که هر کسی که صادقانه بگوید داخل جنت میشد. ببینید، هر کسی که صادقانه بگوید داخل جنت میشد و هر کسی که دروغ بگوید خونش ریخته میشود. حقنت دمو، هر کسی که دروغ با نفاق گفته شود، فهمیده شود، خونش ریخته میشود، مالش گرفته میشود و البته به الله روبرو میشود در حالتی که حساب کتاب دارد. پس لا اله الا الله همون وقت قبول است که صادقانه از قلب باشد و این حدیث هم به همین آشکار دلالت میکند. بارک الله فیکم. و این چنین در حدیث دیگر آمده است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند ما قال عبد قط وفي رواية من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مخلصا بها قلبه يصدق بها لسانه وفي مخلصا بها روحه مصدقا بها قلبه ولسانه إلا فتق الله له السماء فتقا حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض وأقل عبد النظر الله إليه أن يعطيه سؤاله. البته حدیث رو امام نسائی در کتاب عمل اليوم والليلة ذکر میکنند. این حدیث هم آشکار دلالت میکند که هر کسی که لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد، یعنی نیست معبودی بر حق بجز الله، الله یگانه است، شریک ندارد، ملک از آن اوست، حمد از آن اوست و الله به همه چیز قادر است، را مخلصانه از قلبش و صادقانه از قلبش بگوید که همین قلبش تصدیق کننده زبانش باشد، میگن انا من انسان البته داخل جنت میشد. بارک الله فیکم. پس ببینید این حدیث هم دلالت میکند که لا اله الا الله محمد رسول الله شرط دارد و شرطش اخلاص است و صدق است و البته در مسئله اخلاص در حلقه آینده به شما، در حلقه های آینده به شما صحبت خواهیم کرد. و این چنین در حدیثی که عمران بن حسین رضی الله عنه میگویند سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، من رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را شنیدم که میگفت من علم ان الله ربه و انی نبیه صادقا من قلبه حرمه الله على النار. یعنی هر کسی که بداند که الله رب العزة والجلال این ربش هست و من یعنی پیامبر صلی الله علیه و میگن که محمد صلی الله علیه و سلم نبیش هست، صادقانه از قلبش همین را بداند، الله رب العزة والجلال این بنده را به آتش دوزخ حرام میکند.
و این البته این معنای حدیث هایی که در بالا ذکر کردیم هم بود. و نهمین حدیث برای این که صدق شرط صحت لا اله الا الله هست این است که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به اعرابی میگویند في الأعرابي ضمان بن ثعلبة الذي سأله عن شرائع الإسلام والتزامها. يعني رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به اعرابی میگن که این اعرابی ثعلبه که ضمان ابن ثعلبه که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم را از شرائع الاسلام پرسیده بود، شرائع الاسلام و از التزامات اسلامی پرسیده بود. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بعد از اینکه به این اعرابی جواب دادند، به ضمان ابن ثعلبه جواب دادند، گفتند شرائع الاسلامی این است و این چیزهای اسلامی است و در آخرش گفتند که افلح این صدق. یعنی بعد از اینکه این بنده از نزد رسول اکرم صلی الله علیه وسلم رفتنی شد، البته این حدیث متفق علیه است، در بخاری و مسلم آمده است و البته این حدیث بنیاد معروف است. یک اعرابی به نزد رسول اکرم صلی الله علیه وسلم می آید و از اسلام میپرسد، از ایمان میپرسد و در آخر میگه که ای رسول الله، هر آن چیزی که تو به من گفتی من همین گفته ها را عمل میکنم، کم هم نمیکنم زیاد هم نمیکنم. رسول اکرم صلی الله علیه و گفتند اگر همین کار را بکنی البته نجات مییابی. و بعد از اینکه مرد برفت، بعد از اینکه از نزد رسول الله رفت، رسول الله به صحابگان گفتند افلح این صدق. همین مرد اگر به همین گفته اش صادق باشد که همین گفته ها رو، همین شرایع اسلام را به جا میارد، البته نجات یافته است، فلاح یافته است. و این روایت بخاری و مسلم است. ببینید افلح این صدق، ببینید شرط صدق را هم رسول اکرم صلی الله علیه و آله در اینجا ذکر کردند. یعنی نجات یافت به شرط اینکه صادق باشد. اگر صادق این گفته ها را نباشد نجات نیافت. و در روایت های دیگر آمده است که این صدق لا يدخلن الجنه، اگر به گفته اش صادق باشد، به همین گفته های ایمانش صادق باشد، حتما داخل جنت میشد. ببینید که در اینجا علما میگن که فجعل دخول الجنه شرطه ان يكون صادقا بفعله وليس بمجرد قوله. یعنی شرط داخل شدن این مرد را به جنت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم صدق نامیدند، صادقانه عمل نمودن را، صادقانه فعل را انجام دادن را، نه به مجرد یک قول. یعنی رسول اکرم صلی الله علیه و به مجرد یک قول این مرد را نجات میابی نگفتند، بلکه گفتند صادقانه عمل را هم انجام میدید. بارک الله فیکم. البته شرط صدق چقدر که بیان کردیم، شرط صدق این عمل است. عمل البته تصدیق کننده صدق است. بارک الله فیکم. و حدیثی البته دیگر و این هم حدیثی که حسن است و البته صحیح است، حجت گرفته می شود، که آمده است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگند یا معشر من آمن بلسانی ولم يدخل ایمان فی قلبی. ای گروه آنانی که به زبانتان ایمان آوردید ولیکن ایمان به قلبتان داخل نشد. یعنی ببینید که لا اله الا الله را گفتید، محمد رسول الله را گفتید، نطق کردید، شهادت دادید، اما ایمان به قلبتان داخل نشد، به قلبتان تصدیق نکردید. این حدیث هم دلالت میکند که یعنی کسانی که به قلبشان ممکن است که بعضی انسان ها یعنی به قلبشان قبول نکنه، شرط لا اله الا الله نابود باشد. بارک الله فیکم. و حدیث دیگر آمده است که این حدیث البته حدیث متفق علیه است، بخاری و مسلم این روایت کردند. یعنی متفق علیه حدیثی که بخاری و مسلم روایت کردند. این حدیث 11 در این مسئله دلیل 11 است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. ببینید البته این حدیث دوام دارد. فإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديق وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. یعنی رسول اکرم صلی الله علیه و میگن که واجب است بر شما که در صدق باشید، زیرا که البته صدق انسان را راهنمود میکند به سوی نیکی و البته نیکی و بر انسان را به سوی جنت هدایت میکند. و حرام است بر شما میگند این دروغ، کذیب، یعنی خودداری کنید از کذیب، ایاکم یعنی خودداری بکنید، پرهیز نمایید از دروغ، زیرا که دروغ انسان را به فجور و به گناه و بدبختی میبرد و البته گناه و فجور انسان را به آتش دوزخ میبرد. بارک الله فیکم. و از این حدیث هم فهمیدید که البته صدق این بهترین عمل است و ضدش کذیب این بدترین عمل است. بارک الله فیکم. و این 11 حدیث های صحیح بود و این حدیث ها به شما همه اش بیان نمود که صدق این شرط صحت لا اله الا الله است و کسی که صدق ندارد فقط شهادتین را گفته است، کلمت التوحید را به زبان گفته است، اما به قلبش این گفته را تصدیق نکرده است، به عملش تصدیق نکرده است. باید بداند که
این کلمه توحید تنها یک کلمه نطق شده به انسان کمک نمی رساند، فایده ندارد، قبول نخواهد شد، زیرا همان وقت قبول خواهد شد که با همراهی شهادتین صدق وجود داشته باشد. بارک الله فیکم. به این حدیث های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اهمیت بدهید، درباره هر یک حدیث تأمل بکنید، اندیشه بکنید و حقیقت صحیح درست را دریابید و خود را در این دنیا و آخرت از جمله خوشبختان و سعادتمندان بگردانید. از الله رب العزة والجلال تمنا میکنیم و دعا مینماییم که الله سبحانه و تعالی ما را از جمله صادقان بگرداند و با همراهی صادقین هم نشست و هم نشین شدن را در این دنیا و آخرت نصیب و هم روزی بگرداند. اللهم علمنا مما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا انك انت العليم